آقای عظما خیلی خوش آمدید. ولی با توجه به اینکه الان یه خورده وضعیتتون درامه، ممکنه سرتون گیج بره، همینجا بخورین زمین یهو فینت کنین. خواهش میکنم بفرمایید بشینید تا من برنامه رو خدمتتون بگم. خواهش میکنم بفرمایید. بله. خب آقای عظما ضمن خوش آمدگویی، ولی از اونجایی که احساس میکنم سر جریانات انتخابات یه خورده‌ای تو حال و هوای گیج و گمی به سر میبرین، میخوام یه آهنگ تکنو براتون بذارم که از اون حال و هوا در بیاید، همونو با هم دیگه ببره کجا؟ فضا. آماده‌ای؟ به یک اومد 3 2 1 بیا. کمان عظما بیا عظما. اگر مقام معظم رهبری اجازه فرمایند دعوت کنیم از تنی چند از برگزیدگان عزیز تا از نزدیک و صمیمانه مطالب علمی و فرهنگی خود رو با هزه سالی در میان بگذارند. دعوت می‌کنیم از نقاش چیره دست. بله، من اسمم نقاشه، فامیلیم هم چیره دسته. از اینکه مدعوت شدم تا توجه شما را به فرمایشات خودم به چسبانم است، عرض ارادتمند مدارعی دارم بیاید است. این نوشته دارم که بخواستم براتون بخونم، از رو کاغذم میخونم. لبخند بهانه است برای زیباتر شدن. خواهش میکنم شما نیشتون رو ببندین، چون کلا داستان قیافه شما اصلا موضوعش فرق میکنه. مال شما بیخدارتر از این حرفاست. با لبخند و این چیزا اصلا راستش نیست. ببخشید. البته یه نوعیتی که دیگه هم داشتم که میخواستم از رو نوشته براتون بخونم. یه که بله خواهش میکنم. وقتی نیستی دلم برات تنگ میشه، وقتی هم که هستی بازم دلم برات تنگ میشه. این مرد شور قیافتو ببرن که بود و نبودت فرقی برام نمیکنه. خیلی متشکرم. طیب الله انفاسکم. یه نسخه ای از این نوشته ایشون رو برای ما بگید. بله حتما. دعوت میکنیم از خانم شاعره اکرم بهرامچی. خیلی ممنون، مرسی. بله، من خانم شاعره اکرمه، ببخشید، منظورم این که همشیره شما بیاین. اشتباه شد. همشیره شما بیاین. من میرم وسط جمعیت میشینم همراهیشون میکنم. آقای عظما، من وسط جمعیت میشینم. در نگاهش 100,000 قصه های راز بود. من گمانم صیدلی استاد سبک جاز بود. ربدنس یه ایوالا. طیب الله انفاسکم. همچو گلبرگی به دست باد پاییزی غریب، زیپ کاپشن ورزشیش تا زیر زانو باز بود. زخمها بر شانه هایش سخت و سنگین و عظیم، زیر بار ضربه ها چون اردکی ولغاز بود. گاه درد ترکشی در مهره های خسته اش، در قطار هسته‌ای جفت پا به روی گاز بود. طیب الله یاد نره. طیب الله انفاسکم. در این قسمت از برنامه دعوت میکنیم از آقای دکتر حامد قادرزاده. آقای عظما، بله، من همون دکتری هستم که معرف حضورتون هست. من تو کار تحقیقات هستم و تمامی عمرم رو صرف تحقیق روی خانواده بزبز قندی کردم. همونطور که میدونید بزبز قندی اولین بز دیابتی دنیا بود. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من این دستاورد عظیم رو به شما بزبز قندی نظام تبریک میگم. خیلی متشکرم. ضمناً 3 تا پیشنهاد داشتم که اگه بشه اینو برای ما اجرا کنید. یکیش اینه که شما آقای احمدی نژاد رو برای ریاست جمهوری انتخاب کنید. اگر خیلی متشکرم. پیشنهاد دوم اینه که البته خیلی هم مهمتره، شما آقای احمدی نژاد رو به ریاست جمهوری در دور دوم انتخابات برسونید. خیلی متشکرم. و اما پیشنهاد سومم که البته خب کمی براتون ممکنه مشکل باشه، ولی ما این خواهش رو از شما داریم که انتخابات با پیروزی آقای احمدی نژاد توسط شما به پایان برسه. خیلی متشکرم. امیدوارم یکی از این پیشنهادات رو برای ما اجرا بکنید. پیشنهادهای ایشون رو بگیرید نگه دارید برای ما. یه نسخه بگیرید از این پیشنهادها. بابا ناکس، تو که همه کارا رو خودت کردی، حالا پیشنهاد ما رو میخوای چیکار کنی؟ شیطونی شدی یا؟ زنده باشید. خب عظما، فکر میکنم که دیگه گدابازی بس باشه. الان تو این سفری که کردید همه متوجه شدند که شما چقدر اینجا شما رو تحویل گرفتن. اگر حرفی دارید بزنید، وگرنه من بیام اونجا خدمت برسم شما رو بزنم. بسیار جلسه شیوا و دلنشینی است این جلسه برای من. اگرچه بیانات خوبی، شافی و وافی، کافی و مافی و شافی و وافی و چه میدونم شکلات تافی و کنج سجافی و همینجوری واسه خودت میبافی و مثل که خسته شدی داری گیج میزنی. یا آقای عثمان، من هیچ خسته نیستم و آماده هستم، آماده بودم. خب اگر خسته نیستین آماده، خب پاشو کاس کمچه رو جمع کن بریم خلاصه یه کوی موی خلاصه لنگات وا باشه دیگه. واسط بریم یه لنگ. پاشو بریم. عضما بمیرم برات عضما. عوامت که ملو با ملا عوامتم که از بیرون در آوردن به خاطر بدبختی ها الان آباره کوه بیابون شدی. اوزی اومدی اینجا؟ سلام علیکم. سلام. چرا تحویل نگیری؟ مافنگی مگه نگفتی بیا جلو همه من سلام کن؟ چی شد بس؟ حالته میگیرن در پرتگاه عضوی با اون قیافت 6 در 4. چه شد؟ ریششو بکنش. ببین شماره نعلینش چنده؟ شماره نعلینش اون 43 مال خودت. ساعتشو بده من. ساعتش دامه مال من. ریشش یه بار دیگه بکن پدر سوخته رو. ببین دماغش شده میشه. دماغشو بکن.